بسم الله الرحمن الرحیم. داستان صحابی امروز ما عمرو بن جموح است. عمرو بن جموح انصاری، معروفه، پیرمردی که میخواد با پای لنگ خودش در بهشت گام بزنه. خود داستان رو شروع میکنیم ببینیم از کجا هست و چگونه هست. عمرو بن جموح از بزرگان و اشراف یثرب هست در زمان جاهلیت و میشه گفت سید و بزرگ قبیله بنی سلمه هست. بزرگ و سید قبیله بنی سلمه که خب کاملا شناخته شده بوده و اون قبیله این رو میشناخته، آدم جز اشراف و ثروتمندان هم بوده و انسان خیلی بخشنده‌ای هم بوده. ما نیا کنید این نکاتی که خیلی می‌بینید در مورد افراد بخیل خیلی کمن در بین جاهلیت، ما نگاه میکنیم اسمشون هم مشخصه، ولی این جالبه که مثلا جز همون افراد بخشنده‌ای هست که در مدینه وجود داشته و دارای جوانمردی و شرافت اینها بوده. و اون چی که مهمه اینجاست که این عمرو بن جموح که ما داریم داستانش رو ذکر میکنیم شخص پیرمردیه، در واقع معلول هم هست و چون جز بزرگان یثرب به حساب می اومد و جز اشراف و ثروتمندان اونجا بود و رسما بر این بود که در اون موقع باز مثلا فرض کنید آدمای فقیر بتاشون کوچیک‌تر بود و آدمای پولدارتر بتاشون بزرگتر، جنس بتاشون فرق می‌کرد و لباس بتاشون یا اون روغن و عطری که می‌زدن گرانبهاتر بود. این هم برای خودش یک بتی بالاخره انتخاب کرده بود از همون بت‌ها و امامزاده ها و اشخاصی که فکر می‌کردن مقرب خداست و میتونن واسطه بین اونها و خدا بشن. میگفتن ما که اینا رو پرستش می‌کنیم ولی اینها بالاخره واسطه بین ما و خدا هستن، سفارش می‌کنن، توانمندن، اینجور مسائل. و صبح تا شب میرفت روی این بتش بهش تبرک می‌کرد، صبح بلند میشد میرفت، شب می‌خواست بخوابه. خب خیلی به وابستگی پیدا کرده بود. در هر مراسمی هم که داشتن اونا، اون بالاخره اعیاد یا برنامه‌ای داشتن، این برای این بت خودش قربانی می‌کرد و در مصیبت ها هم میرفت کنار این بتش و میساد که آی بت فلانی به داد من برس، تو نزد خدا آبرو داری، تو قدرت داری، کون و مکون، چیزایی که بدبختی میگن دیگه. در هر صورت این جالبه که این بت عمرو بن جموح هم اسمش منات بود، برای خودش اسم این بت گذاشته بود منات و این بت شخصیش هم بود، از گرانبهاترین چوب ها بود و سعی میکرد خیلی اسراف بکنه، برای این خیلی براش مهم بود و چون براش به این خیلی وابستگی خاصی داشت و الان هم سنش تقریبا از 60 گذشته بود. اما در چنین زمانی این تابش ایمان، برنامه ایمان داشت یکی یکی خونه های مدینه رو در بر می گرفت. مصعب بن عمیر، این سفیر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم که وقتی که اون گروه اول برای بیعت عقبه اولی آمدن پیش پیامبر، اومد چیکار کرد؟ مصعب بن عمیر رو پیامبر فرستاد که شما که حالا که پیامبر بیعت کردید تعدادشون هم کم بود، برید مصعب هم به شما آموزش بده و هم این که بتونید دیگران رو هم شما دعوت بکنید. مصعب بن عمیر تونسته بود که در مدینه نفوذ زیادی بکنه. حالا جالبه که ایشون 3 تا پسر داره، معوذ و معاذ و خلاد و جالبه یه پسر فامیل دوستشون هم هست که با این بچه‌ها هست به نام معاذ بن جبل که اسم ایشون رو حتما خیلی شنیدین صحابه بزرگوار رو. معوذ و معاذ و خلاد و معاذ بن جبل هم که خب دوست اینا هست، هم فامیل اینا هست، همراه اینا، همه مسلمان شدن. زن به قول معروف عمرو بن جموح هم مسلمان شده بود، هند. اسم اینم زن هند هست. هند خیلی رواج داشت خب در عربی این اسم. این هم مسلمان شده بود، اما این عمرو بن جموح نه از اسلام زنش خبر داشت، نه از اسلام پسراش، خب معوذ و معاذ و خلاد و معاذ بن جبل دوستشون هیچ خبری نداشت. از اون ورم خب هند میترسید، بالاخره پیرزال بود، اونم پیرمرد بود، شوهرش میگفت مبادا که به قول معروف الان همه اهل مدینه مسلمان شدن و دیگه کسی نمونده جز شوهرش و چند نفری دیگه، افراد اندکی موندن و خوب دوست داشت که شوهرش هم مسلمان بشه، علاقه داشت شوهرش مسلمان بشه. این طبیعیه، کسی که وارد یک حریم و مسیر حقیقت و نور و آرامش میشه دوست داره دیگه هم از این نعمت بهره مند بشه. من میگم نکنه شوهر من بمیره و بر کفر بمیره و به جهنم بره و خیلی ناراحت بود و همش نگران بود. اما خب از اون ورم جالب بود، عمرو بن جموح هم شنیده بود که اسلام داره رواج پیدا میکنه و این دین جدید اومده و بالاخره شخصی به نام مصعب بن عمیر اومده، حتی چند بار هم رفته بود باهاش گفتگو کرده بود و بالاخره اون نحوه لجاجت و برخوردهای
بالاخره خودش رو باهاش داشته بود و میترسید که مبادا بچه‌هاش فریب مصعب بن عمیر رو بخورن، همسرش بخوره و دیگران. حالا به قول خودش مثلا همسرش زیاد نگران نبود و این بود که بچه‌هاش همش میگفت نه با مبادا برید پیش مصعب بن عمیر، باهاش دوست نشید، ارتباط نگیرید، حرفاشو گوش نکنید، تو حلقات و درسایی که میده شرکت نکنید، چرا که اون تعداد زیادی رو از قوم و خویش شما، از قبیله شما، از مردم این شهر مرتد کرده، از دینش بیرون کرده و اینا همه پیرو دین محمد صلی الله علیه و سلم شدن. و به همسرش هم میگفت هند مواظب باش بچه‌هامون نذاری معوض و خلاد و معاذ اینها برن پیشش، یا معاذ بن جبل رو که رفیق اینهاست بگی نری پیش اینها. و خلاصه داستان اینجوری مونده بود تا ما یه فکری بکنیم برای مصعب بن عمیر، بشینیم تصمیم بگیریم تا کی میخواد اینجوری چیز کنیم. خب جون خودش جزء بزرگان و اشراف داشت. بعد یه زنش گفت نگاه کن توفیل. گفت چیه؟ گفت نگاه کن پسرت معاذ یه چیزهایی رو از این مرد مصعب بن عمیر شنیده. یه دفعه گفت واویلا نکنه پسر من دین آب اجدادش کافر شده، دین آب اجدادش رو ترک کرده بدون اینکه من خبر بشم. همسرش خیلی مهربان بود، خیلی زیرک و آدم فهمیده بود. به این پیرمرد در این سن و سال گفت نه اینجوری نیست، نگاه کن رفته تو بعضی از مجالس شرکت کرده، چیزایی حفظ کرده، دوست نداری که تو رو دعوت کنه تا ببین چی میگه، حداقل بفهمی چی بوده تا ما هم بفهمیم چیه. گفت من چیزایی فهمیدم. گفت بگید معاذ بیاد. معاذ اومد گفتش که معاذ چیه؟ گفت بگو ببینم چی شنیدی از این مصعب بن عمیر، این چی برای شما تعریف کرده، چی گفته؟ و شروع کرد معاذ همین رو گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا آخر سوره حمد رو براش خوند. این با دقت به این سوره گوش میکرد و گفت عجب سخن کلام خوب و نیکیه، چقدر کلام زیباییه، عجیب آیا همه سخنهای این اینجوریه؟ معاذ گفت بله بابا بهتر از اینم تازه شاید باشه و فلان. و آیا تو میخوای باهاش بیعت کنی؟ قوم تو همه بیعت کردن فقط تو موندی. یک کمی توفیل صبر کرد، سکوت کرد. بعد گفت نه من تا نرم با بت خودم مشورت نکنم. این بنات دیگه گفتم با این بت اصلا این بزرگ شده بود، تا با این مشورت نکنم چیزی بهتون نمیگم، برم با این مشورتی بکنم ببینم این چی میگه. پسرش معاذ گفت بابا این بت که میدونی که نمیتونه کاری بکنه، صحبتی بکنه، یه چوبیه، چوب کرولالیه، نه عقل داره نمیتونه صحبت بکنه. یک دفعه عصبانی شد پدرش، گفت چی فکر کردی من یک عمر با این زندگی کردم، در همه امور کارام از این استخاره گرفتم، مشورت گرفتم، کمک گرفتم، پناه بردم، حالا تو میگی چوب کرولار کور که فلان؟ گفت باش. عمرو بن جموح رفت پیش این بت خودش منات، همین بت چوبی که تو خونش داشت و گفتیم بهش اینقدر میرسید و گفت نگاه کن ای بت بزرگ، ای منات، ای تو که محبوب خدایی، نزد خدا آبرو داری. بالاخره اونا تو سمبل میدونستن دیگه، بگودن این سمبل اون هست. خب اینا میدونی که داستان چیه، اینها جز در مورد تو و امثال تو صحبت نمی کنن. گفتم یه مطلبی رو بهتون یادآوری کنم که گاهی در بین جاهلیت عرب این بود که حالا جادوگرانی وجود دارن یا ارتباطات جنی یا هرچی بود، پیرزنی رو پشت این بت‌ها میذاشتند و طرف با بت صحبت میکرد، اون پیرزن جواب میداد، فکر میکردم بت در جواب میده. حالا اینکه بالاخره بت خودش تو خونش بود و پیرزنی هم شاید در کار نبود، ولی شروع کرد باهاش صحبت کردن، درد دل کردن و بالاخره با اون قد خودش که یک پاش هم میلنگید، روی این پایی که سالمتر بود وایساده بود و اون پای لنگش هم به همون وضعیت و یک کمی تعریف کرد از این بته، یک کمی عطرش زد و گفت بالاخره برات خیرات میدم، صدقه میدم فلان. ولی میدونی این مصعب بن عمیر که اومده اینجا که از مکه اومده، به جز با تو و امثال تو کسی دیگه کار نداره. هدف شما امام و امامزاده ها همین بت کده هاست، هدف دیگه ای نداره. و این ما رو منع میکنه از این که ما شماها رو پرستش کنیم، شما رو واسطه خودمون رو خدا بکنیم و این رفتارها رو انجام بدیم. و من نمیخوام با اون بیعت بکنم، علیرغمی که چیزای خوبی ازش شنیدم، حرفای خوبی زده، اما میخوام با تو بت مشورت بکنم. تو میگی چی کار کنم؟ به من مشورت بده. اما منات که نمیتونه صحبت کنه. این همینجوری نگاه میکرد، تو دلش هم چیزی نیومد، مثل برخی دیدی کارهای انجام میدن و آیه استخاره های عجیب و غریبی که خودشون دارن. گفت نکن از من عصبانی شدی یا اگر از من عصبانی شدی باشه، من کاری انجام نمیدم، ممکنه من سبب بشم تو ناراحت بشی و اذیت بشی، اشکال نداره، من هیچ کاری رو انجام نخواهم، میرم چند روز دیگه میرم، نمیخوام باعث اذیت و آزارت بشم، چند روز تو رو ول میکنم و دوباره میام باهات مشورت میکنم، خشمت که پایین اومد.
اما از این ور ببینیم چه اتفاقی افتاد. بچه هاش که میدونستن معوض و معاذ و خلاد و دوستشون معاذ بن جبل که بابا این پدر خیلی تعلق داره به این بت، خیلی به این بت وابسته است و بدون اجازه این اصلا کاری رو انجام نمیده، گفتن خب چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم که این تعلق و وابستگی پدر از این قطع بشه؟ به قول یکی دوستی تعریف میکرد، داستانی بگم براتون بد نباشه، شاید حالا وقتم گذشته، میگفتش که یک فردی عاشق دختری شد، دختره که واقعا توحیدی اینه فلان، اون توحید این چیزا رو نفهمیده بود، به خاطر عشق این که آره باشه من موحد میشم، من مسلمان میشم، این بالاخره تاسوعا و عاشورا و این بدعت ها و این زیارت و شرک و اینا رها میکنم، فقط با تو ازدواج بکنم. میگه ازدواج کرد، 1 سال گذشت، وقت همین تاسوع و عاشورا شد، چون این تعلقا و وابستگی‌ها بود تا سر صداها بلند شد که من که نمیتونم، من که باید برم این کارا رو انجام بدم. هر چیز زنش میگه من نمیتونم، این تعلقا این رو میترسون. و من خودم با چشم خودم دیدم که متاسفانه وقتی کسی تعلقی پیدا میکنه به ویژه بر خرافات و دروغین میشه، یک حالاتی میشه که این فکر میکنه اینها براش کمک انجام میدن. حالا بچه‌ها گفتن چیکار بکنیم که بتونیم این ریشه های این تعلق پدر رو از این بت بکنیم. قصه رو با همون تا همینجا داشته باشیم. داستان خیلی جالب هست، داستان خیلی شیرین میشه، یعنی از این لحظه بعد شاید براتون تعجب انگیز باشه که چه اتفاقی افتاده. دنباله این داستان رو انشالله در روز بعد خدمتتون ارائه خواهم داد. تا فردا در پناه خدای مهربان باشید.